ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, забономӯзони арҷуманд. яки шуморо ба эфир навбати имрӯза хушомадед ва хайранағда мегӯем. забони туркӣ барои навёдгирон дарси дуюм аст. духтараки ғариб мелек. ассалому алайкум. ва алайкум салом. хушомадед духтараки ғариб мелек. чӣ ҳол дорен? хубен? тинҷен? хоб, насилсин? Iyiyim, çok şükür. Sen nasılsın? İyi misin? خب اگر دوستان همینجا باشن آواز خیلی از خوب است. دخترک غریب ملک ایم فراخشو چو کرده که هیچ نه اینجا میگیم یک افیر سکنیم که طبق وعدمون درس های ترکی برای آدم های نو یادگیر. شما چه حال دارین؟ خوبین؟ تنجین؟ دخترک غریب ملک با فکرم باری اول است اشتراک میکنین در افیرهای ما یا که پیشکی هم بدین با نام دیگر بدین چون که با این نام یکم باره میبینیم. خب تا آدم ها جمع شدین من یک کتاب را کشایم موادهای درسی امروزه. چیزهای مفید چهارم لایک. السلام علیکم. سوزین خوبین؟ سلامتی و خوب است؟ همه کسا خوب هستین انشاءالله؟ شکر خدا خوبیم. تنجیم؟ و علیکم سلام. تشکر زیاد. امروز خیلی دستگیری کردین، منت داریم. سربلند و کامیاب باشین. دخترک غریب ملک adınız nedir? Adım Mustafa. خب افیر خوب است. 9 نفر حضور دارن. Simpleman. Assalomu alaykum. چهارم لایک. و علیکم سلام. خوش آمدین Simpleman. تشکر برای آمدنتون. مهاجر بچه. السلام علیکم. و علیکم سلام. خوش آمدین مهاجر بچه. چیزای مفید. آمین رحمت استاد. سربلند باشین. تشکر. خب مهاجر بچه، من خیلی ترکی را نمیدونم. با زبان تاجیکی خدمت سازین خوبین. خب ما با زبان تاجیکی خدمت میگیم شکر خدا خوبیم. تنجیم؟ شما سازین خوبین؟ خوش آمدین. هفتم لایکی با بوگی. تشکر زیاد حاکم جان فرخاری.
کی باشد؟ دخترک غریب، ملک، تبسم دارین، خنده دارین. سبب خندتون رو بگین، یک جوی بخندین. شکر خدا، رحمت، سلامت باشیم ولی. خب دنیا ورد kolay gelsin. Teşekkür ederim Dünya World. خب دوستان گرامی، طبق وعده که داشتیم درس زبان ترکی برای کسانی که تماما خوانده و نوشته نمیتونن، نمیفهمن، یعنی از صفر میخواهند شروع کنن، پس این درس دوم است از سلسله درس های زبان ترکی برای نویادگیران. درسی گذشته درباره الفبای زبان ترکی گفته بودیم، گذاشتیم ترکچه الفباسی و صدوناک ها گفته گذاشتیم. خب امروز درسی دوم است. دخترک غریب، ملک. کی زبان ترکی را دوست می‌داره دستش برداره. این دخترک غریب، ملک خانم soruyor. Kim Türkçe'yi seviyor? Ki زبان ترکی را دوست می‌داره دستش برداره. نه من هر دست نمی‌بردارم. خب مهاجر بچه دنیا و کاکا چی گفتم که ترجمه کن. چی گفتم یا چی گفتی با فیلمت؟ دنیا world است. world دنیا world. kolay gelsin گفت یعنی خب با چند معنا میاد، یعنی یک معناش یعنی خسته نباشید. کنجون گفتم های بله ها، یعنی همانو دیگهش های بله ها. شیرالی تبارف، ما دوست میدارم نکی هیچ در سرم نمیداره. این همی درس ها، یا دیم درس های فقط یک درس الفبا را گفتیم تمام. دیم درس های از صفر شروع کردگیم. این اگر تیار باشین مایده میریم با پیش. مهاجر بچه میگو یاد بگیریم ترکیه کینو کنی بریم. خب دسترخوان زیبا بودن، هر دستشون برداشتن. یعنی برای ملک خانم پرسیده بودن که کی ترکی را دوست می‌داره. مهاجر بچه هم فهموندن. خب دوستان گرامی، خود ما یک کمی دیرتر سر کردیم، باید که ساعتی 7 سر میکردیم از بس که یک کم ترک مشغول بودم. به هم خاطر دیگر زیاد نمیستیم، درس رو از سر میکنیم. درسی دویم چیونه که گفتیم. مهاجر بچه همی سری مخنی گنده اولی زدگی سرت پغرات تده موقع جون نمیگیره. بخیره انشاءالله دیگر نبوده. خب درسی امروز را آغاز میکنیم. امروز چگونه که درسی گذشته از زبان انگلیسی برای نوآموزان از طریق رسم آوردیم نشان دادیم، امروز هم باشد از طریق رسم از هر یک حرف 4 کلمه‌ای میاریم. از هر یک حرف الفبای زبان ترکی 4 کلمه‌ای میاریم و پیشنهاد میکنیم و امیدواریم که درس پسندتون میشود. و از این حرف هایی که حرف های الفبای زبان ترکی وقتی 4 کلمه میاریم، شما از همین 4 کلمه یکیش رو انتخاب کنین، یکیش رو که برای شما پسند است، معقول است، که کلمه سر استعمال ترین است یا که پرکاربرترین است، همون رو میگیرین و از یاد میکنین. خب دخترک غریب، ملک ای کینوی ترکی تماشا کنی را یاد گرفتم. ترکی
بهترین شرایط تعارف طلبه های به ادب یاد گیرن میکه فنی ها مواری بساده دیگر hocam iyisin inşallah. İnşallah iyiyim. Teşekkürler. دختره که غریب میخندن موجود بچه خیلی بره قطعی حلیمه کینا کن ما یاد بگیرم امره یگید میشم. خب سعی میکنیم شما هم چون کنین تلفظ کنین. البته این درس ها برای آدمای نو یادگیرن، نو آموزن. البته در اینجا هستن شخصانی که زبان ترکی را از ما خوبتر میدونن. بنابراین از اونها خواهش میکنیم که یک اونجا خطا کردیم اگر ما را اصلاح کنن، کمک میکنن، یاردم میکنن. و به آمدنشون، به تشریف آوردنشون خیلی خوشحال هستیم. کلمه یکم از حرف ا. altı 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 رقم 6 می شود. 60 60 60 60 60 رقم 60. araba 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 یعنی ماشین. akşam akşam در اینجا کلمه خوب نمایان نیست در صورت، هم میدان نمیشه هم در یک کنجی صورت است. بنابراین در این زیر از باز نشان میتین طرز خواندنشون و ترجمهشون. akşam 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 یعنی شامگاهان رو میگن، یعنی قریب شام، حتی بعد از شام تا قریب خفتن یعنی akşam میشود. akşam چقدر که در خودمون شام میگن یعنی بگاهی، بگاه. خب در اینجا طرز خواندنشون در بین قوس و ترجمه هاشون یعنی 6 60 60 60 این در بین قوس طرز خواندنشون. araba ماشین، akşam بگاه، شامگاه. خب ماشین araba میشیده؟ بله بله ماشین araba میشود. araba 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 میشود. بله araba. خب حرفی ب ده میگذاریم. ب ben 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 یعنی من. ben 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 این با ا نوشته می شود، با ی، اما وقتی تلفظ ما بین ا و ا هست. یعنی بن بن هم نمیگن، بن هم نمیگن. بن 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 یعنی من. bir 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 یک رقم یک. beş 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 رقم 5. balık 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 این حرفی در الفبای زبان ترکی وقتی گرفتیم گفته بودیم که مانند به حرفی زبان روسیه است، یعنی خودمون 61 میگیم یعنی balık 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 یعنی ماهی. خب در اینجا طرزی خواندن و ترجمه هاشون تکرارش نکنیم، فقط میگیم که در اینجا طرز خواندن و ترجمه هاشون هست. حرفی ج این حرف در زبان انگلیسی سی نامش سی است و صدای اس را دارد. در زبان روسی نیز اس، در زبان تاجیکی نیز صدای اس را دارد. جاده 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 خیابان یعنی از کوچه کلانتر. کوچه سوکاک می شود، سوکاک، اما جاده کلانتر می شود. چگونه که در رسم دیدستین با تاجیکی خیابان می شود، مثلا خیابان سعدی شیرازی، خیابان رودکی، چگونه که می بینیم. اما وقت خیابان کلان می شود، کوچه در بین خیابان چند کوچه است، اون رو سوکاک می گویند. سوکاک. جامی 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 مسجد رو میگویند، مسجدی کلان رو جامی میگویند. جامی مسجدی کلان رو میگویند. اما مسجد در زبان ترکی نیز هست، مسجد مسجد مسجد، اما اون به مسجدهای خرد میگویند و مثل مسجدهای در فرودگاه هستند، در
مثلا ایستگاه‌های مترو هستند یا در یگان کارخانه یا که در یگان مؤسسه در یک گوشه‌اش مثلا مثل در درون وокزال‌ها بسیارتر هست در درون وокزال‌ها مثل که در یک گوشه جای نمازخوانی ترتیب دادن مخصص کردن و نوشتگی است که مسجد اما مسجدهای کلان رو جامی میگویند جامی جاسوس 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 دیگر همون زبان ترکی هم جاسوس میشه جاسوس جاسوس جیو 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 یعنی چوجه سیمپلمن ناحیه بگیم میشه و چی را ناحیه بگیم سیمپلمن کدام کلمه را شاید همین خیابان را پرسیسته باشین سیمپلمن دنیا ورد avenue بله همین جاده به زبان انگلیسی avenue می شود avenue خیابان اگر جاده را پرسیسته باشین جاده یعنی خیابان می شود حتی در زبان فارسی هم با فکرم که هست این چیز یعنی یک شعر هم هست که جاده خالی خانه خالی جاده خالی شهر خالی کوچه خالی جاده اما در زبان ترکی جاده آمده است سیمپل خیابان بله خیابان یعنی جاده می شود ناحیه نمی شود ناحیه شهر می شود ناحیه چی می شود که سیمپلمن که دنیا ورد ناحیه دنیا ورد همینجا هستین خانم ملک دختر غریب ملک ناحیه چی می شود با زبان ترکی خود ناحیه را میبینیم با اگر یکون کس داند نویسیم حرفی چه آمده چانتا جزدان می شود جزدان یا همون سمکه بگیم سمکه جزدان رو چانتا میگویم چای بسیار کلمه قینه خب دختره که غریب ملک если честно я не очень хорошо знаю окей no problem не английский джонс хорошо ничего страшного миша да خب чоколата همون شکلات چراب دختره که غریب ملک نویستن میتونم نه که بهترین خیلی خوب ایلچه میشود که در سرخانزی ها ایلچه با فکرم ایلچه میشود و خود یا ایل هست و ایلچه هست یعنی ایل هست در زبان ترکی و ایلچه یکیش ولایت میشود یکیش ناحیه خب این را با دیدن در کار سیمپلمن در زبان ترکی الفابت رول مهم رو میبازیده اینه که کلاویاتور ما ترکی نداره بله بسیار رول مهم بازی میکنه الفابت و خاصتا همون صداناکا کلاویاتور اگر چی را فرارین در تلفن اگر استفاده کردید باشین برنامه سویفت کی
همون داره، چند زبان داره، حتی تاجیکی هم داره. خب دنیا ورلد چیزی نوشتن کور کردیم. دختر غریب ملک در نستروی که بدرویم. دختر غریب هست دنیا ورلد بلدیه چی میشه که دنیا ورلد؟ مثلا اگر بگم که استانبول بلدیسی، یعنی خیلی اومدگی از در مترو در چند جمله نیستن، یعنی بلدیه به معنای حکومت میشه، یعنی حکومت استانبول مثلا، یا مثلا ازمیر بلدیسی مثلا حکومت ازمیر، یعنی چخیلی در خمون هسته حکومت ناحیه میگیم، حکومت ناحیه یعنی همون بلدیه به معنای حکومت میشه. اما ولایت قطعی ناحیه همون ایلچه یا که ایل میشود. خب بیاین در شاهدی همتون یک بار میبینیمش تا که برای همه فایده شود. خب ایلچه ناحیه میشید است. خب کی نوشتن دسترخوان زیبا؟ فیو سلام علیکم علیم سازین خوبین. سلام با همگان سازین خوبین. و علیکم السلام، خوش آمدین فیو. تشکر برای آمدنتان. سیمپلمنت نویسین نامشد. خب از می نویسیم دنیا ورلد ولی ایلچه میشود. فیو من دیر کردم. خب هیچ گپ ندارد. 92 حرف رفتیم. سیمپلمنت در آمدن نشید. دسترخوان زیبا ولی ایلچه میشود. میبینیم شوزی. خب مثلا روسی را بینیم. رایون. خب رایون به زبان تاجیکی میدان ناتوری ترجمهش کرده است. اینجا هم ناتوری ترجمهش کرده است. ترکی علم ناتوری ترجمهش کرده است. خب فکر میکنم گفته دسترخوان زیبا درسته. ایلچه شده شد ولی اینه برآورد. ایلچه ناحیه ایلچه میشده است. ایلچه اکنون ولایت ایل میشد فکرم. یه بار دیگه ببینیمش. اوبلاست bölge o bölge vilayet خب نه il اینه ایش درست است. il vilayet. تشکر دسترخوان زیبا، گفتگیتون درست برآمد. و ناحیه ایلچه. و برنامه دیگر کی را گفته بودم؟ سیمپلمن نامش نخی نوشته شد. سویفت کی همین در گوگل بزن، در پلی مارکت بزنین میبرویه برنامه، یعنی قریب که همه زبان ها را داره، یعنی زیاده چند زبان داره، قریب 100 زبان زیاده 100 زبان داره. خب دنیا ورلد بله ایلچه میشد و یافتیمش. بله ناحیه یعنی ایلچه، فراموش نکنین همون یاد گرفتیم. سیمپلمنت دارم آدم نشد دسترخوان بله ایلچه میشد. بله سیمپلمنت علیکم سلام پای فیو معلم تبریک هزار شدین. سلامت باشین. به دستگیری دوستان برادران امروز چیزهای مفید خیلی دستگیری میکردن. باز یک برادر دیگه نامش فراموش کردم. خب چندین برادر دستگیری کردن، هزار شدین. فیو خداوند میلیون شوین. آمین انشالله. دخترک غریب ملک ده یزیک ای وود بدروین. ده یزیک وود بدروین. بله سیمپلمنت بهترین هنرم نو دیدم. تبریک استودی عزیز. سلامت باشین و شما هم این روزات تمام داریم. فیو برادرک سوزی خوبی. فیو نام تمنم
نامتا نمیتونم خونده انشالله استاد میگیرم اپای فیو سیمپلمن شکریه الله میشه سوز خودت بسیر 91 دهم لایک سلام علیکم تیچه و علیکم سلام خوش آمدین آقای بسیر تشکر برای اومدنتان سر خوزی و سلامت باشید معلم فیو شکرانه خداوند سوزن بدرک ناحیه ایلچه خب مبارک شد حضرت تیچر خداوند با میلیون ها برسه سلامت باشین رحمت و چه بسیر رحمت استاد سیمپلمن سلامت باشین تیچر ساعت چی قریب شدن ساعت 3,500 3,510 چیزای مفید با کی برید در برنامه سوال جواب فرام شد براستی نمیدونم که کی برید همونجا چیزای مفید زیاد جواب رسیدن دیگه نمیدونم کی برید من تا آخرش نبودم با فکرم این برای 1000 گوش بیجام بود فهمم بهتره بله بس سازم کنیم خب ما از ایلچه پردیم ناحیه از چی سر شدیم این سوال از جاده سر شدیم جاده بله خب دو کلمه دیگه یاد گرفتیم فراموش نکنین ایل ولایت می شود ایلچه ناحیه چراب یعنی جوراب بروسی نسکی خب در اینجا طرز خواندنشون و ترجمهشون خواهش از چیزهای مفید حاضر جوابم بله من نو به قدر چیزهای مفید و به قدر باقی مونده شما نو رسیدم که در همون برنامه من جواب نوشته استم الکی چند جواب پیشکی رفت رسید یعنی نو احساس کردم که در برنامه ما هم بسیاری ها میدونن نه که این سوالات دیر میرن میرسن دلشاد جان السلام علیکم و علیکم السلام خوش آمدین دلشاد جان از کی یگان خبر نیسته فرهاد جان ما که یگان چی نگفتیم از ما چی خفه شده باشن یعنی ما امروز گفتیم که جوابی هر دوشون قبول کردیم اگر خفه شده باشن یعنی معذرت میخواهیم دنیا ورد ایلچه میشد بله ایلچه بسیر 91 او دنیا سلام ندیدم شما را خیلی دادرکای دیگری من دلشاد جان و فرهاد نیستن حالی معلم به سرشون میرم هر دوشون شور میاندازه حالی میان انشالله شاید اون کار دارن برادر فرهاد جان دلشاد جان تبریک 1000 شدیم پذیرا یا تبریکler congratulations تشکر спасибо teşekkür ederim thank you so much دخترک غریب کی مصطفی نرلسین откуда ты нашел правильно گفتم بله نرلسین откуда ты از کجایی نرلسین دنیا ورد افای بسیر سلام علیکم ان شاء الله خب رفتیم به حرف دیگری تا که دریا کنیم تو صورت 8 حرف د davul tabl demir آهن دیش دندان دورک به زبان روسی به فکرم آدمی به عقل نگن یا که دیوانه را میگن یا یک صفت بزیبا یعنی همخینه به زبان ترکی دورک اصلا چی میشه ایسگاه خب این داول تبل نقاره آهن دندان ایسگاه تل گیریان میسته خطی کودکو درس کردستیم و فکرم پریشون نشود تیجه بود مایلش اوچه بسیر به حضور بس اجازه از اینجا حتما البته فیلم معلم در برنامه فراموش سوالای اسلامی با شرافت شما 5 جواب دادم با خواهم بهترین دختره که غریب ملک دیوانه نه دورک دیوانه میشه خواهمان دیچه جون سلامت بخواهید
دیوانه به عقل فهمو. خب دورک ایستگاه میشه در زبان ترکی. خب حرف ا ekmek 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 این کلمه را دنیا وال خوب میشناسه. دنیا وال ekmek و ekmek با چند نمود میشه و نموداش هم خوب میشناسه دنیا وال. دنیا وال شجاع سازی و چند دو کار منک evet. Eldiven 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 dastkash dastpush. Elma 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 seb. اولین کلمه‌ای که در ترکیه آمدم یاد گرفتم بعد از کلمه مرحبا elma است. آمدن در پیش خانه در یک بینوی سراشانه کلمه elma نوشته بود. elma elma seb. ev خانه منزل. خب اینجا طرز خواندنشون و ترجمهشون. خب فاره 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 موش. فنجان 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 یعنی پیاله. فندق 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 یک نوع چهارمغز اگر ترجمهش کنیم یک نوع چهارمغز. یعنی چهارمغز نیست یعنی یک نوع چهارمغز با مثل چهارمغز یعنی چهارمغز ترجمهش کنیم یک نوع چهارمغز یعنی فندق فندق میشه. یعنی فرچه 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 قلمو یا با روسی شوتکا. دلشاد جان معلم من اینجا آمدم چی گپی بود چی خبر بود؟ معلم من اینجا آمدم چی گپی بود چی خبر بود؟ هیچ گپ نیست. همین درس زبان ترکی برای آدمای نویادگیر برای آدمای نویادگیر دیگر یگان گپ نیست. همین درس ادامه دادیم. فقط یک سوال پیدا شد در بانک ناحیه چی میشه و ناحیه رو دیدیم و باقی همین قدر. یعنی دنیا ورد ekmek نان بله درک غریب فندق فندق بله. خب فرچه یعنی قلمو یا که همون شوتکه به زبان روسی. خب حرف گ گازته 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 همون روزنامه هفته‌نامه به زبان روسی گازتا. گریش 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 درآمدگاه یعنی در نزد مترو درآمد مترو یا درآمدگاهی مثلا بیمارخانه ها یا هر مؤسسه‌ای که باشد وقتی گریش نوشته یعنی معلوم است که درآمدن است مثلا. یا خواستن در تنهای درهای مغازه ها مثلا یک تاش چکش نوشتگی است یک تاش گریش گریش می‌دارای چکش می‌برای. göz 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 چشم. gözlük 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 عینک. خب اینجا طرز خواندنشون و ترجمهشون. بس این نمونه درس های روسی کردم. درس های روسی امروز چهارشنبه سه‌شنبه شد. روز چهارشنبه و شنبه. روز چهارشنبه و شنبه. پیو پاگو بسی درس روزی جون معلم چیزی را که گفته در می آید همون را پرسیدم. فهمو. درباره درس بود فکرم ناحیه بوده. بعد کی را پرسیدم؟ فرهاد را پرسیدم که فرهاد جون چی داره که جدای. خب دلشاد جان وخود بله گریش وخود به زبان روسی فیو چهارشنبه شنبه. بهترین اپای فیو را خوب در یادش مونده چهارشنبه و شنبه. دلشاد جان سلام اپایزی بود. خب Semet Ece orası merhaba hocam nasılsınız? Merhaba Semet Ece. İyiyim çok şükür. Elhamdülillah. Siz nasılsınız? İyi misiniz? خب gözlük ayna گفتیم. اینجا طرز خواندنشون و ترجمهشون. حرفی یموشک گ یموشک گ یموشک گ. این حرف در اول کلمه نمیآید. یا در بین میاد یا در آخر میاد. و درس گذشته گفتیم که قریب به مانند غ است اما غ تنک است غ باریک است یا در بعضی حالات خوانده نمی شود. خب به مثل کلمه آچ 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 درخت سا سا
Sağ tarafı rost. Sağ tarafı rost. Öğretmen. Öğretmen. Derece takriban khonda namishad. Öğretmen. 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 Muallim. Muallima. Omuzgor. بسیار نمایش فهمم نداره فیو دست خوزی و علیکم السلام شد سمیت تجربه رسی ایم هجام تشکر ederim rica ederim سمیت تجربه رسی dünya world non ekmek non bale öğrenci 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 yani danışçı student سمیت تجربه رسی merhaba Basircan merhaba Zebulcan خب اینجا طرز خواندنشون و ترجمه‌شون فقط اینجا کلمه öğrenci هم دانشجو میشود هم دانش آموز میشود هم طلبه میشود یعنی حتی طلبه های مکتب رو نیز öğrenci میگن استودنت ها هم دانشجو هم öğrenci میگن یعنی وقتی در مثلا اتوبوس میدارین در اونجا دانشجو کارتی خاص دارن یا که وقتی میدارن در اگر مارشروتکه ها باشن میگن یعنی öğrenci است یعنی öğrenci یعنی طلبه است مثلا یعنی از طلبه ها از دانشجویا یعنی پول کمتر میگیرن مثلا اگر از مردمی عادی کارگر یا که دیگر اگر دوستون باشه از ویا 125 قرش است یا که 1 سوم است مثلا خیلی کمتر است یعنی انیق نمیدونم چند پول است اما خیلی کمتر است خب حرفی ه حفیف 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 یعنی سبک بس هیله من ترکی رو نمیدونم خیلی اومای دیگر رشن دلشجون ما تا جایی میدونم من تا جایی میدونم فرهاد همه هموطنان را دستگیری میکرد او روز هموطنان قبول نکردن سوارش با فکرم خفه شد من امروز در کانال یکی بهروز دیدم که کامنتر نیست است خیلی که دیدینش اگر مثلا اگر خودش در تماس شد که نوشتیم و صحبت کردیم خیلی ما جوابی هر چیز قبول داشتیم اگر مثال گرد خفه شده باشه نباید از ما خفه شود یعنی ما یکون فکر نمیکنیم یکون گفت سخت یکون چی گفته باشیم مثلا ما جوابی هر چیز قبول کردیم و انشالله که منتظریم و بسیار شخص فعال هستند انسانی خوب هستند انشالله که منتظر شدیم هر لحظه آمدن خوش آمدن خب человек без сердца и бачаи одан бедил мешидаст мерҳаба мерҳаба наслсан имсан хош келдиниз духтари ғариб салом салом фею душанбе забони англисӣ сешанбе забони туркӣ чоршанбе забони русӣ панҷшанбе забони англисӣ ҷумъа забони туркӣ шанбе забони русӣ якшанбе саволу ҷавоб беҳтарин ташаккури зиёд апай фею سمیت تجربه جان من انگلیسی رو نمیدونم جانم thank you دلشاد جان نه شما خفه نشده است بهترین اگر ما خفه نشده باشه خیلی خوشحال هستم فیو расписание درس ولی تشکر человек без сердца شاید نه خبر نوشته باشه اینجا ه خبر نوشتین نه خبر با ان سر میشه نه خبر این شکر çok şükür senden ne haber دلشجون وای فرهاد نه برای اشتراک میکرد برای سوال جواب نمید بله میدونم یعنی انسانی که برای علم میاد برای چی میاد یعنی که معلوم است یعنی وای همیشه میومد افای رحمت نویستگیتون اسکرین شات کردم در کار دلشجون چند وقت شد من اون رو در این کانال میشناسم بله ای ماه رمضان یا پیش ای رمضان یعنی در کانال ما هستم خب واسه نامدک سیمیا جون گپ یاخ سیمیا جون خیلی زور سردرسیم که باشن این کس با حدازری تلیم دختره که غریب ملک خلق آدم ها خلق بله خلق مردم خب شما صحبت کردن گیرین و بخونیم که در وقت هم قریب اومده همین حرف رو تمام حفیف یعنی سبک آور یعنی وزمین
وزنین ağır وزنین. خب خلق مردم. حمام همون حمام یعنی بانیو. خریطه یعنی خریطه. خب اینجا طرزی خواندن شد و ترجمه شد. حرفی ılık yani گرم شد اما گرمی معتدل یعنی میانه اون قدر گرمی سخت نمیگن گرمی زیاد نمیگن. ısı حرارت میشود حرارت ısı. ışık روشنایی نور. ıslık هشتاق کشیدن ıslık. خب اینجا طرزی خواندن شد و ترجمه شد. خب حرفی içecek. Teşekkürler, ben de iyiyim. Çılak beslerse. Allah iyilik versin. İçecek nuşoki. İş kor میشود کار. İş کار. ای خوب میشود. ای خوب. خب بنده iyiyim نوشتم که چلوک بسیارسه اینجا برای اون خانه است که مثلا ما بگیم خوب میدونیم یا که اون کس نمیدونه. خب وظیفه ما است که اصلاح کنیم. iyiyim با دو تا یه نوشته میشه و iyiyim با دو تا ای. اگر دل شد بکار باشن بنویسین خودتون انشالله میدونیم. فقط شاید از کلاویاتور کمبودی کلاویاتور میشه بعضی وقت. همون آدمی که در صورت ıslık هست کو اون آدم رو من میشناسم. واه بچه در تشید همینه ıslık. کی هستی؟ ترک هست یا یکون ملت دیگه هست میشناسینش؟ خیلی بچه جان. تشکر زیاد فیو سربلند باشین دلشو جان. ولی بهتره در یوتیوب کانال دارد ترک. فهمم. خب حرفی ای را گفتیم. ای اینک گو می شود. اینک گو. خب حرفی ژ در زبان ترکی هم ج هست و هم ژ، چگونه که در زبان تاجیکی هست هم ژ و هم ج. خب ژاگوار یعنی پلنگ. خب ژاندارما پلیس میشه اما در ترکیه هم پلیس هست یعنی پلیس و هم ژاندارما. یعنی اینش از این چی فرق دارد؟ پلیس سر و کار با شهر دارد. خب وظیفش امنیت شهر تامین کردن است پلیس. اما ژاندارما سر و کارش با دهات در دهات وظیفش در دهات است. یعنی میشه ترجمهش کنیم پلیسی دهات. چلاویک بسیار تشکر. من نو آموخته هستم. یک هفته شد زبان ترکی را. بهترین این اگر نو آموخته هسته باشین مرحمت کنید در درس‌های ما ساعتی 7 داریم زبان ترکی برای نویادگیران. این هم خیلی رفته است. باز بعد از این افیر باید درس دیگه داریم زبان ترکی از کتاب استانبول A1 اگر بدونیم. زبان ترکی از کتاب استانبول A1 یعنی İstanbul yabancılar için Türkçe ders kitabı A1. Melek'deki coşayı odamlar nadidestan. Güzel harfi çi böyle. İnemi. Islık. Kurşudam çi. Dünya World MCS çime şerba Türkiye. Acaba hocam. برای MCS نمیدونم که MCS نمیدونم. من همین کلمه چی را چند بار پرسیدم. همین کلمه ژاندارما را از چند کس پرسیدم. همین خیلی گفتن یعنی وظیفه‌شون
اصلا وظیفه یک است، فقط مکان ها فرق میکنن. اینش در شهر است و ایش در مثلا دهات. وقتی ما در دهات زندگی داریم، یعنی خونه ما یگان بار پلیس نمیاد، یعنی پلیس در این طرف تو نمیخوره. یعنی که ژاندارما چندین بار اومدگی است. برای چی اومدگی است؟ با یگان فکر نکنید. کامرا داریم در گردی، بگیم که همین 4-5 خونه اینجا است. همون تلویزیون اساسی بگیم در جای بگیم که کاری من است، بگیم خلابور کی هسته. بعضی وقت میاد ثبت‌ها میگیرن، میرن یا که یگان ببینن که یگان ناروشن شین، یعنی گوگو تا میخواد. خب ژاپنیا ژاپن. چرا بسیار میدونم همون کتاب خوندستم یک بهترین اگر بدونین همون کتاب در داریم ساعت 8. ژاپن. ژیلت رشته روشک، هم تق هم رشته روشک. خب اینجا طرز خواندنشون و ترجمه‌شون فی و زور معلوم. خب حرفی که کپو در کرپوز یعنی تربوز. خب کیراز بلوچه. کتاب یعنی کتاب. خب حرفی ل. خب اینجا طرزی خواندن و ترجمه شد. حرفی ل. لاله همون لولا است، کلمه لولا در زبان تاجیکی. لیسته فهرست، قائمه، نامگو، رویخط. شاید در زبان انگلیسی گذاشته باشه، در زبان انگلیسی لیست میشود. خب لیمان بندر میشود. بندر یعنی هوالیمانه فرودگاه میشود، اما لیمان بندر میشود. بندر خیلی جورا میگن، مثلا فرودگاه جای هواپیماها میپرند، بندر جایی هست که کشتی ها بگیم حرکت میکنن از طریق بحر، یا که بگیم که جای ایستگاهی کشتی ها. خب در تاجیکی بندر میشود. لیمون یعنی لیمو. خب اینها ترجمه هاشون و طرز خواندنشون. حرف م. مسا میز. ماوی کبود. مار بنفش رنگ. مدیر. خب طرز خواندنشون و ترجمه هاشون. حرف ن. نماز. نانه پودینه. نار یعنی انار. نهیر یعنی دریا. و باز کلمه دریا یک معنی دیگه ندارد. اگر خطا نکنم ارنک میشود. اگر خطا کسی باشم اون کس اصلاح ممکنه. ارنک اگر خطا نکنم ارنک میشود دریا، یک معنی دیگر، اما نهیر دریا میشود. خب اینجا طرزی خواندن و ترجمه شد. حرف او یعنی وای. اونلار یعنی بسیاری، جمع، آنها. اورمان یعنی جنگل. اتوبوس یعنی اتوبوس. دنیا ورد ایستگاه کشتی ها. باله ملک نماز شلاوک بسیار سوال نمیپرسین، ما جواب گردانیم. این درس برای نو آموزا های راستی، برای نو یادگیرا های کسی که نو میخوان یاد گیرن. اما در کتاب استانبول آیا سوال جواب داریم. استانبول یک سوال جواب داریم. اگر سوال جواب فراتون در اونجا هست. خب اینجا ترجمه شون و طرز خوندن شون.
خب حرفی ا öğrenci öğrenci دانشجو öğretmen معلم معلمه آموزگار öküz برزگاه ördek مرغابی طرز خواندن و ترجمه شد. خب حرف پ پاموک تخته. وقتی لباس میخرین از ترکیه از مغازه‌های ترکی خب لباس‌های ترکی زیادش پختگی هستند، یعنی وقتی لباس میکشوین نوشتگی چند فایز پخته است. پاموک مثلا 100% نوشتگی یا 90% یا 95%. پاموک پخته. پاتاتس کارتوشکا. پراسا یک نمود پیاز یعنی اما شکل پیاز نیست، یک نوع پیاز است. خب پورتاکال افلاسیون. خب دلشاد جان اکرم محمد امچیز با ترکی acil durumları bakanlığı. Falan. Teşekkür Dilşad Can. Dünya var Dilşad Can, ellerine sağlık kardeşim. خب پرتقال افلاسیون ترجمه شون و طرز خواندن شد. رادیو خب رادیو در همه زبان رادیو می شود. راکت همون راکت می شود. چوب دستی که تنیس بازی میکنین راکت. اما راکت موشک می شود. راکت موشک. خب روژ لب سرخناک روژ موتیکی لب روژ لب سرخناک. خب حرفی ساعت سپت سبد soğan پیاز süt شیر. خب اینجا طرز خواندن شد و ترجمه شد. دلشاد جان رجای دلی محمد ابی دلشاد جان ADB acil bir bakanlığı. Bu melek pamada şu ABD Amerika Birleşik Devletleri böyle ben navigüyorum. Şu ise o harfi شاهین به فیلم شاهین میشه به ترکی باز شاهین بله. شپکا کلاه. شکر شمسیه çatır soyabon çatır. چلاک بسیار من میخواهم زبان ترکی را آموزم. اول یاد گیرم بعد سپورم برای داخل شوی. خیلی بهترینه. خیلی خوب. کوشش کنین انشالله زبانی آسانه. به نهایت آسانه. ای زبانی روسی و انگلیسی دیده خیلی آسانه. اگر این زبان این درسایی که حاضر رفته برای شما آسان باشه پس شما ساعت 8 انتخاب کنین. حاضر که ساعت 8 شد در وقت مسکو اما امروز این درس کمتر دیر سر کردیم از او دیگری کمتر پارگی میگیریم یعنی کمترش هم میدیدیم. بنابراین درسی استانبول آیک شاید که بعد 5-10 دقیقه سر شود. یعنی عادتا هر هفته بگیم ساعت 8 سر میشید اما امروز یک کمتر دیر سر کردیم اگرم دیر تمام کنیم. حرف ت تاش سنگ میشود. سنگ شاهین نامی آدم نیست که راستی نمیدونم که نامی آدم هست نیست یعنی نام یک پرنده شاهین است.
شاید نام یادم باشه. ترک، ترک شونه، توشن، توشن زرگوش. توشن خب کسی در استانبول زندگی کرده باشه که آمده باشه، متروهای استانبول یکی از متروهای استانبول توشن تپه نام داره. توشن تپه، توشن تپه یعنی تپه زرگوش ها، تپه زرگوش ها. تبوک، تبوک مرغ. خب حرف او، اوچک، اوچک. خب چیزای مفید استاد کی زبان‌های عربی و روسی را سر میکنین؟ روسی را سر کردیم کو چیزای مفید. روسی را سر کردیم روزی چهارشنبه و روزی شنبه است روسی. اما عربی را حاضرش راستی وعده داده نمیتونم برای که حاضر هر روز بند هستم. یعنی نگاه کنین دوشنبه انگلیسی، سه شنبه ترکی، چهارشنبه روسی، پنجشنبه انگلیسی، جمعه ترکی، شنبه روسی، یکشنبه سوال جواب. یعنی هم پر بند هستیم یعنی. و ما هم مثل شما یعنی در موجودات مهنتی هستیم، از سحر تا بگه میگیم در کار، بود بگه میگیم با افیر میکنیم، خلاص هم کار میکنیم هم کمان کمان کی افیر میکنیم. اوچک هواپیما میشود. اوزون دراز قد بلند. افک خرد، خرد میده، خرد میده افک میشود. اما کلان بیوک میشود، بیوک. اون آرد میشود، اون آرد میشود. شلوک بسیار تاجیکی، تاجیکی در مانند ترکی من تیز یاد گرفتم. تماشا کردن کینوی ترکی یگان فایده داره. بله فایده داره، اما بعضی کینوی ترکی بسیار بعضی حرفا رو میپرتوین. مثل چی؟ مثال گفت که در کتاب وقتی میخونیم مرحبا میخونیم، میخونید مرحبا، مرحبا. اما در کینو وقتی که تماشا میکنیم مرحبا، 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 مرحبا. اما اگر نو آموز باشین، نو یادگیر باشین، وقتی که مرحبا میشنوید شما مرحبا از یاد میکنید. وقتی یکون شده بنویسین، یکون خواستن اگر دانشگاه سپردن باشین مرحبا میشنوید. اما اگر شما هم درس بگیرین، یکون کسی که یکون مرکز درس بگیرین، یکون کتاب بخونین و هم کینو تماشا کنین، good, it's very good. اوکی؟ çok iyi. با شرط اگر هم کتاب بخونین هم تماشا کنین. یعنی با کینو توقع داده نشوید مقصد. بله میدانم مجرد استاد. بله ترک dilinde yaz kardeşim. Bu مخلص عربی هستیم. خب گفتیم در این مسئله راستی که اون وقت ساعتش بیاره. تجه بالجوان. سلام علیکم. علیکم سلام تجه بالجوان، خوش آمدین. خب استاد کدام دولت در شما هم رسیدین؟ در ترکیه. چیزای مفید. Melek Dilşocan Muhammed kim? Tamam anladım, çok teşekkürler. Balcuvan TC Balcuvan همین TC Balcuvan'a با فکرم وعده کردم اگر خطا نکنیم همین پشکر یک کانالشون معرفی کنیم اگر شما زید نباشین. کانالی TC Balcuvan. خب یک ویدیو شدیم پختپز بود، ولی نه پختپز، یعنی اون کانال های پختپز نقض نمیدیم. گفتیم دیگه آمدین یک چکنین نویسین کانالتون رو معرفی میکنیم. من همه دوستان کسانی که خواهی داشته باشن در این کانال خواهرمانی که تمام ابونه شود. خب چلوک بسیار تشکر، سلامت باشین. تجربه بجون رحمت سلامت باشین. خب برویم با سراغ درس خودمون. خوش آمدین تجربه بجون. خب اون گفتیم ایرا این به همون اوی زده تاجیکی خودمون ماننده 3 رقم 3 ütü
ütü, darzmol, üzüm, angur, ülke, kişvar meşe ama da iyice başka cam ama da gay, ülkeler, kişvarha, ülke. خب تجربه جون آکاجون کلوز نیست با اگه بخشش کلوز دادن نمیتونیم چون که درس داریم. خب اگر چی باشه ما منسلکه کانالتون میمونیم اگه اون کس آبونا شدنی باشه یعنی از اینجا چیکار میکنن آبونا میشن. خب و همه دوستان سلکه تجربه جون مونده دنیا نه خواهر میشن. Firdevs Mo'inov merhaba Firdevs Mo'inov, hoş geldiniz. İyi akşamlar. خب سلکتون آماده نکنیم که اگر شدنی باشه یا مثلا مونده باشه. Firdevs Mo'inov nasılsınız? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? İyi misiniz? خب tarzı خوندنشون و ترجمهشون. خب حرفی و واگن همون در تاجیکی واگن میگن یا روسی شاید گذاشته باشه. والیز جمادان میشود. جمادان یا همون سمکه که سفر میکنیم و جا میریم همونا میگن. واپور کشتیه که آدم ها را سوار میکنه از این طرف و اون طرفی ساحل میگذرونه. این کشتی را شاید که خوبتر بدونه دنیا ورلد. ویشنه اولوچه. خب ویشنه اولوچه میشود. کلمات از خوندن شما ترجمه شون. حرفی ی یاستک یعنی بالشت. یلدز ستاره. یومورتا تخم. yüzük çala انگشترین. خب طرز خوندن و ترجمه شون. یلشوجون تکسری بالای ستاره تخم بله درست. آخران حرف زبرا شاید از انگلیسی گذاشته باشه. گورخر یکی خرگوش بگو. گورخر خری وحشی. زنجفیل همون زنجبیل میشود اما با روسی این را ایمبیر میگوین. ایمبیر اگر خطا نکنیم ایمبیر میشود یا اون کس اگر با خوبتر بونه بنویسه. زیتون. زرافه یعنی زرافه. خب این طرزی خوندنشون و ترجمهشون. خب به همین درس امروزه به پایان رسید. تشکر از همتون برای اشتراکتون و معذرت میخواهیم از کسانی که در درس زبان ترکی از کتاب استانبول آیک هستند. امروز یک کمی تأخیر شد در درس و یا از درس های آینده کوشش میکنیم که هر درس در وقت خودش باشه یعنی ساعت 8 فیو این بیر میشه. بله خب در همینجا درس امروزه به پایان رسید. این به درس دوم زبان ترکی برای نویادگیران نوآموزان. تشکر از همتون برای اشتراکتون. خب یگان پیشنهاد داشته باشین یگان گفتنی داشته باشین مرحمت. اگر نداشته باشین به همین خداحافظی کنیم تا که باز درس آینده درس زبانی ترکی از کتاب استانبول را سر کردنی هستیم. ملک yarın görüşürüz ملک خانم. فیو رحمت مادم سلامت باشین. و شما نیز رحمت که آمدین. خب iyi şanslar. Teşekkür ederim Melek Hanım. Sayın öğretmenimiz iyi akşamlar. Yarın inşallah görüşürüz. Güle güle Dilşatcan. The new world teacher, can you put my link also please? Okay. 1 minute. Copy.
این کانال دنیا ورلد است. بسیار افیرهای خوب داره و ویدیوهای خوب داره. از شهر استانبول میتونین چک کنین، ابونه شوین و از ویدیوشون استفاده کنین. خب ki باشد sayın ablalar ve abiler, iyi akşamlar sizlere de. خب فردوس من دسترخوان زیبارانه برای روشی پلاو کردنتون و تو این وقتا نمیتونستم روش کردن که ای ویدیوی شما یاد گرفتم من در قریبی بهترین. خیلی خوب که از ویدیو یک نفر دیگه بهره میبره، یک چی یاد میگیره. خب دوستان گرامی در اینجا افیل قطع میکنیم. باز انشاءالله در درس‌های آینده با هم هستیم. موفق و مؤید سربلند باشین. خب تو درس‌های نوبتی